کنیگه پرونده های جنایتی دادگاه اولی تاجیکستان دو ساکن نویه رشت را با جرم کشتار به 20 سال زندان نظام مشتق محکوم کرد. حکم غیرتوف و سعیدوف روز 10 نوامبر سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 2 دکامبر بعد اعتبار قانونی پیدا کردن این حکم برخی جزئیات این جنایت برای واده رشت کم نظیر آدمکشی را شرح داد. بنابراین منبع تفتیشات این پرونده از سوی دادستانی نویه رشت واقع در تقریبا 180 کیلومتری شمال و شرقی دوشنبه بر اساس بندهای ز و کی قسم دوم ماده 104 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام آدمکشی از جانب گروه شخصان و ازیسیات افباشی پیش برده میشد. خود محکوم شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه دادستانی تفتیشات پیشکی معین کرده است که غیرتوف روز 2 آگوست سال 2022 با سعیدوف در نزد چایخانه بالای او واقع در سروغه نویه رشت جماعت شهرک غرب کوچه آزادی زنان بنای رقم 1 مشروبات سپیرتی استعمال نموده در حالت سخت مستی قرار داشتند. آنها شهروند یولچیف را که با رفیقش در نزدیکی آنها به خوردن خوراک و استعمال مشروبات سپیرتی مشغول بود دیده به نزدشان دعوت کردند و ازیسیات افباشی یولچیف را با دست و پای لتوکوب کرده به عضوهای حیاتاً مهم بدن، سر و روی و گردنش جراحت‌های وزن جسمانی رسانیدند. در نتیجه یولچیف در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که یولچیف ساکن ولایت سوق بوده در ناحیه رشت در میمانی قرار داشت. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در تاجیکستان از جمله 22 آدمکشی و سوء قصد به کشتار و 64 حالت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی ثبت شده است. در نیمه اول سال 2021 در تاجیکستان 20 کشتار رخ داده بود.